سلام دوستان، امروز میخوایم یک کباب از گوشت گوسفند جور کنم. دو دانه ران گوسفند توته کردم دنی استایل. دیگه وقتی کباب رو کفتم میکنین میتونین شما در میکسر هم یک دانه پیاز همراه سیر میرخو منتها اگر اوش رو بگیرین خوبتر است. در رنده سه دانه پیاز نسبت در گوشت شما پیاز رو اگر رنده کنین خوبتر است. تنها اوش رو پرت کنین بخاطر که می پیاز یعنی پشتلیگه گوشتی باز اگر پخته کنین باز موس زده روی کباب شما. دیگه اوی پیاز پورت کنین. اوکی دوستا، طرز تهیه که میخواین در حساب افغانی استایل اگر کباب رو جور کنین در حساب افغانی استایل ما شما چیز ضرورت داریم. تنها 30 سال اوی پیاز بور کردم، 3 دانه پیاز از رنده بور کردم اوش رو گرفتم. دیگه چی کار داره؟ یک نیم دانه لیمو پورت کنیم بخاطر گوشت گوسپوی اینجا در یک کمک بو یک درخت منتها ما از گوشت گوسپوی نیوزلندی استفاده میکنم. یو قبوی نمیده منتها باز یک نیم دانه لیمو یا لیموی زرد داشت بسیار خوبتره میتونیم بندازیم. دیگه سیر همراه روغن میکس کردم آماده است. منتها یک دانه ما که استفاده میکنم در حساب سیکرت ریسیپی است که این از افغانستان آوردم. در اینجا فکر میکنم در کانادا پیدا میشه شاید شوه دیگه. تا این دیگه بسیار گوشت نرم میسازه که پورت کنی دیگه جاجه کیوی و ماس چیزا نیه. بسیاری دوستا کیوی میندازه ماس میندازه به خاطر که میخواد گوشت نرم بیاد. منتها از این ما که استفاده میکنم یک قاشق نسبت در گوشت پورت میکنم دیگه هم مزهش خوب شی میسازه هم چی باز ان شاء الله در آینده امروز شما شیر میسازم که چی هست. دیگه اگر میخواین که کمک کباب شما اسپایسی اگر خوش دارین میتونین که از حساب تیکه سیخ مساله استفاده کنین. از خود تیکه هم میتونین از شان مساله استفاده کنین. اگر میخواین که کمک تندتر بیاد یک کمک تندوری مساله پورت کنین خوب شما بد نمیاد. دیگه یک کمی روغن هم علاوه کنین. دیگه نالی بیا که بخیر دیگه گوشت خورا اخته کنین. بسم الله میندازیم دیگه نیم دانه لیمو میندازیم به خاطر که بویش رو بگیره. یک کمک روغن دیگه میندازم دوستا که گوشت شما خشک نیاید. دیگه 30 سال استفاده کنین. اندازه خودتون چون مفهمین دوستا. دیگه من نمیخوام که در حساب اندازهش میجرمنت کنم چون نسبت در گوشت شما میتونید که خودتون چون نسبت در گوشت خو اندازه خود جور کنید. یعنی سیر از ما دیمی اندازه بخی کفایت میکنه. ما از سیکرت مساله در گوشت ما کم است. این خسکی پورت کنم بخی باسه یک قاشق پرنه. شما اگر مواد پورت میکنم از تیکه مساله او نسبت در خودون چون که میخواین اگر تون بیه یا کم اسپایسی بیه خودون چون میتونید که او را اجست کنید. منتها ما امروز از گوشت خود دیگه تندوری مساله استفاده نمیکنم. اگر شما خوش دارین میتونید که کمک پورت که هم رنگ شی خوب شی هم مزه شکم تونتر اگر میخواین میتونید که استفاده کنید. گوشت رو کخته که یک شوده یخچال اشتم گوشت مختش دیرک میکس میکنم خوب صحیح. بعد از او بخیر باز سیخ میزنیم میگیریم که چی رقم آماده گوشت که دوستا کباب رو سیخ زدیم آماده است بخیر که دیگه پخته کنیم سری چارکول بخیر. بخیر تازه کنیم دیگه این دوستا وقتی که تناوی پیاز استفاده کنید در گوشت خود پشتلی گشت کنن دیگه گوشت این رقم شفاف میه بسیار خوب شی. دیگه اگه پیاز همیشه موس داری گوشت چه خوب شفاف آمانه. اوکی دوستا این هم کبابی از گوشت گوسفند هم طرز تهیه‌اش هم در حساب افغانی استایل سعی که رقم بسیار خوب شمیه به خاطر که ما اوی پیاز انداخته بودم. پیاز پشتلیگش نندازیم که یگان دفعه ما استفاده میکنم منتها بازو رو اگر پورت کنی باز دم روی کباب شو سوختگک میه باز خوب معلوم نمیشه. That's how it looks. Okay دوستان that's how it looks.
دفعه سعی کنی خوب سعی کن. اینی هست کباب افغانی استایل. در کانادا هم هستیم بازم کباب افغانی خود را جور میکنیم. شما قضاوت کنی که چی رقم هست.